پارادوکس قدرت مطلق به ما میگه که اگر خدا قادر مطلق است باید بتواند سنگی به قدری بزرگ و سنگین بیافریند که حتی خودش نتواند آن را بلند کند. اگر او نتواند سنگ را بسازد چگونه میتواند قادر مطلق باشد؟ اگر هم بسازد و نتواند بلند کند باز هم نمیتواند قادر مطلق باشد. اگر خدا از همه چیز آگاه است بنابراین او هرگز نمیتواند نظر خود را تغییر دهد. اگر نظرش عوض شود حتما میدانست که از قبل نظرش را عوض میکند و بنابراین نظرش را تغییر نمیدهد. اگر نمیدانست که نظرش را عوض خواهد کرد پس دانای کل نیست. اگر نمیتواند نظرش را تغییر دهد پس قادر مطلق نیست. اگر کسی استدلال کند که خداوند اراده آزاد برای فرد فراهم میکند تا به فرد اجازه دهد انتخاب کند، میداند که انتخاب ما چه خواهد. پس چرا این اجازه را به ما میدهد تا اختیار شر و جنایت داشته باشیم؟ چرا یک خدای دانا و قادر مطلق نیاز دارد که مردم را تحت آزمایش هایی قرار دهد که شامل شر و رنج وحشتناک است؟ شاید موجودی مرموز است که از بیماری سادیسم رنج میبرد.